سلام آخر سال 2023 سال جدید داره میاد. احتمالاً خیلیاتون به فکر رزولوشن و اینکه چه کارایی میخواین تو سال جدید بکنین و کتابخونه‌ش یکی از اونها باشه. میخوام چند تا نکته سریع در مورد اینکه چجوری بهتر کتاب بخونیم بگم. من خودم تو سال 2023 تقریبا 60 کتاب خوندم. 10 تاش ورقی بوده، 50 تاش آدیو بوک. به همین دلیل میخوام آدیو بوک رو بیشتر بهتون پیشنهاد بکنم. اپی که هست اپ مجانی LIBBY لیبی که خیلی کشورها هستش که میتونید عضو بشین به کتاب خونه و مجانی کتاب رزرو بکنید بخونید. اپ آدیبل هم که احتمالاً خیلیاتون بشناسین که پولیه ولی خیلی کردیت کارت ها مثلا مثل ایمکس پلاتینیوم اون پول رو برمیگردونه. با کردیت کارتاتون چک بکنید. در کل آدیو بوک خیلی خوبه چون میتونید قبل خواب، موقع کار، موقع رانندگی گوش بدین. هر سبک کتابی که دوست دارین گوش بدین. به این چیزایی که هست بعضن که یک کتاب سبکی بهتر از اون یکی گوش ندین. هرچی برای شما بهتر کار میکنه